دو تا محصول جدید خریدم، بیاین که با هم دیگه تستش کنیم اینا، چون که بیشتر جنبه خوشگلی داشت من خریدم. بچه من زیرسازم رو انجام دادم، کانسیلر رو، پرایمر رو، آبروسانم رو زدم. مریضم هستم، صدام یکم گرفته اگه بتونم این بازش کنم. چه آنباکس زشتی. این دو تاست، نمیدونم این روش چیه. خیلی خوشگل. ببینید پکیجینگش واقعا خوشگله، واقعا به خاطر همین که اینجوریه. جوابتون کاملش بدم. وای خیلی خوشگله. این پدش هم بهتون نشون بدم. کرمش توی اینه. او من شماره 2 شو خریدم، امیدوارم که رنگ پوستم سازگار باشه. این یه جون هزینه اضافه باشه، امیدوارم که خوب باشه واقعا. یه فینیش نچرال هم داره، به نظرم خیلی چیز خوبیه برای استفاده روزانه. بریم سراغ این لیپ گلاسه، ببینید خوشگله. به بچه بوی خیلی خوبی داره، انگار بوی هندونه است.